کرم پودرت کیکی میشه. هر کاری میکنی کرم پودر نمیخوابه رو پوست. به این روشی که من بهت میگم 0 تا 100 رو انجام بده. ببین چه پوست مخملی و خوشگل و جذابی میزنی. از اسپری آبرسان کل صورت، از پرایمر مای میکاپ مات کنندگی داره. پوستمو خیلی خوشگل و یک نواخت میکنه. از کرم پودر مای میکاپ استوری نکته‌ای که داره بچه‌ها اینه، اینجوری که من میگم بزنید. کرم پودر رو بریزین رو دستتون، قلم 16 گرا با گرمای دستم سبکش میکنم، بافتشو باز میکنم، میام رو کل پوست پخشش میکنم. ببین عین کره رو صورت حرکت میکنه. بیوتی بلندر نمدار کنم به بلند کردن با یه دونه دستمال. اضافه های کرم پودر رو از رو بیوتی بلندر میگیرم، دوباره شروع میکنم به بلند کردن. احساس کنم نیاز به کاور بیشتری داره، مجدد میرم و میگیرم. جاهایی که احساس میکنم باید کاور بیشتری بشه رو شارژ میکنم. یهو حجم خیلی زیادی از کرم پودر رو نمیارم که نتونم بدم تو خورده پوست. کرم پودرم رو لایه لایه مشکل میدم تو خورده پوست. پایان کار سبک کاغذی جذاب.